یادم یه جا نشسته بودم و سعی داشتم تمرکز کنم تا افکار منفی رو از خودم دور کنم و به آرامش دست پیدا کنم. اما افکارم از درون داشتن منو اذیت میکردن و اصلاً نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و هر لحظه ممکن بود عربده بکشم، تا اینکه یهو یاد اون ویدیوی انگیزشی این اینستاگرامی افتادم که میگفت هر وقت به پول فکر کنی تمرکزت میره بالا و دیگه به هیچی فکر نمی‌کنی. وقتی این ویدیو رو توی اینستا دیدم اولش گفتم آخه چه ربطی داره؟ اصلا تا حالا کی بوده که با این کار تونسته تمرکز کنه؟ و بعد به جای این که تمرکز کنم نشستم و به این فکر کردم که چرا اصلا من توی اینستا میچرخم و دارم الکی زندگیم رو حروم میکنم. راستش رو بخوای خیلی ناراحت شدم و دقیقاً به عمق فاجعه پی بردم و فهمیدم که خیلی از ثانیه ها و ساعت های طلایی زندگیم رو الکی تلف کردم و هیچ انی نشدم. اما بعد یه صدایی از درونم بهم گفت که هی نگران نباش، این دنیا فقط 2 روزه و اصلا ارزش نداره که این همه قصه بخوری. عوضش شاد باش و در زمان حال زندگی کن. راستش بعد از این موضوع عوض این که در زمان حال زندگی کنم بیشتر و بیشتر به گذشته و کارهایی که میتونستم انجام بدم تا برای خانوادم افتخار محسوب بشم فکر کردم و فقط حسرت خوردم. و وقتی که دیدم دیگه کاری از دستم بر نمیاد و نمیتونم گذشته خودم رو تغییر بدم، فقط خوابیدم تا بلکه بتونم از استرس و فشار فرار کنم. شاید باورش سخت باشه، اما توی همون خواب هم توی رویا مادرم به خاطر کارهایی که میتونستم بکنم اما نکردم کتکم زد و بعد هم بهم گفت که برم تا ناهار بخورم. با اینکه هنوزم استرس کارهای گذشته و ترس از آینده ولم نمیکنه، اما باز هم از زندگی راضیم و سعی میکنم آرامش خودم رو حفظ کنم.